بذار حدس بزنم. تو زندگیت حداقل یک بار به تفاوت بین گوشی‌های سامسونگ و اپل فکر کردی؟ الان می‌خوایم خیلی سریع کل تفاوت گوشی‌های این دو شرکت رو بررسی کنیم. تفاوت اصلی بین این دو تا گوشی سیستم عاملشون هست که اپل از iOS استفاده میکنه ولی سامسونگ از اندروید. رابط کاربری متفاوتی هم دارن. مثلا سامسونگ از وانیوهای استفاده میکنه که عکسشو میبینید. هر کدوم به یک سری دستگاه‌های دیگه بهتر متصل میشن. برای مثال سامسونگ به راحتی به ویندوز و اپل به راحتی به مک او اس متصل میشه. از اونجایی که اپل یکم پولکی گوشی میان رده نمیسازه، ولی سامسونگ از میان رده یا اقتصادی تا پرچمدار رو تولید میکنه میده بیرون. از نظر نمایشگر سامسونگ کیفیت رنگ بالاتری داره ولی اپل نوردهی جذاب تری داره. ولی در کل سامسونگ نمایشگر قوی تری داره. اینو طبق تست های انجام شده دارم میگم. داخل دوربین سامسونگ رنگ ها رو بهتر نشون میده و کیفیت خیلی خوبی ارائه میده حتی در زوم بالا. اما آیفون توانایی بالایی در پردازش عکس ها داخل تاریکی داره. البته سامسونگ از هوش مصنوعی استفاده میکنه که کیفیت رو بالاتر میبره. داخل باتری باید بگم که سامسونگ شارژدهی طولانی تر و سریع تری داره، اما اپل روی طول عمر باتری تمرکز کرده. برای خرید هم سامسونگ قیمت بهتری نسبت به محصولاتش ارائه میده، در حالی که هر دو گوشی از کیفیت تقریبا یکسانی بهره میبرن. این نکته هم بهتون بگم که اپل تمام قطعاتش رو خودش تولید میکنه. برای مثال سامسونگ سیستم عاملش از گوگل، پردازندش از اکسینوس و اسنپ دراگون، اما اپل 0 تا 100 گوشی رو میسازه و اپل روی سخت افزار تمرکز ویژه‌ای داره. در آخر هم چند تا تصویر از دو پرچمدار سامسونگ و اپل میبینید.